سلام به همگی، به مجموعه ویدیوهای گرامر زبان انگلیسی خوش اومدید. موضوع درس امروزمون پست کانتینیوس. شروع کنیم. خب ببینیم چه موضوعاتی تو این درس قرار بررسی بکنیم. اول با تنس پست کانتینیوس به صورت خلاصه و کوتاه آشنا میشیم. بعداً جمله‌های مثبت، منفی و سوالی رو توی این تنس بررسی می‌کنیم و در ادامه می‌بینیم که تنس پست کانتینیوس رو کجا و چه جوری می‌تونیم استفاده کنیم. بریم اسلاید بعدی. بچه‌ها، تنس پست کانتینیوس یکی از تنس‌های 12 گانه زبان انگلیسیه. ما از این تنس معمولاً برای صحبت کردن در رابطه با فعالیت‌های استفاده می‌کنیم که در گذشته انجام شدن و ما می‌خوایم مدت زمان انجام اون فعالیت‌ها رو پررنگ‌تر نشون بدیم. برای نوشتن جملات مثبت توی این تنس هم از دو کلمه استفاده می‌کنیم. توی اسلاید بعدی ببینیم جمله‌های مثبت توی تنس پست کانتینیوس چجوری نوشته میشن. بچه‌ها، برای نوشتن جمله‌های مثبت توی تنس پست کانتینیوس ما از افعال کمکی واز و ور استفاده می‌کنیم و در ادامه به فعل مورد نظر خودمون ing اضافه می‌کنیم. برای ضمیرهای I, he, she و it از فعل کمکی واز استفاده می‌کنیم و در ادامه به فعل خودمون ing اضافه می‌کنیم و برای ضمیرهای you, we و they از فعل کمکی ور استفاده می‌کنیم و در ادامه به فعل خودمون ing اضافه می‌کنیم. می‌دونیم که I یعنی من، you تو و شما، we ما، they آنها، he اوی مرد، she اوی زن و it برای همه آنچه که مفرده و غیر انسانه استفاده میشه. به مثالمون نگاه بکنیم با فعل fold به معنای تا کردن. I was folding the laundry yesterday evening. من دیروز عصر داشتم رختار رو تا می‌کردم یا لباس‌ها رو تا می‌کردم. همونجور که می‌بینید برای ضمیر I من از فعل کمکی was استفاده کردم و در ادامه به فعل اصلی خودم fold ing اضافه کردم. این قاعده برای ضمیرهای he و she و it هم به همین شکل قابل اجراست. اما توی سطر دوم می‌بینید که برای ضمیرهای you, we و they من از فعل کمکی were استفاده کردم و در ادامهش به فعل خودم fold ing اضافه کردم. پس برای نوشتن جمله‌های مثبت توی تنس پست کانتینیوس ما از افعال کمکی واز و ور استفاده می‌کنیم و در ادامه به فعل مورد نظر خودمون ing اضافه می‌کنیم. بریم اسلاید بعدی. بچه‌ها، برای نوشتن جمله‌های منفی توی تنس پست کانتینیوس ما به افعال کمکی واز و ور کلمه not رو اضافه می‌کنیم و در ادامهش به فعل مورد نظر خودمون ing اضافه می‌کنیم. برای ضمیرهای I, he, she و it was not می‌نویسیم و در ادامهش فعل خودمون رو با ing میاریم و برای ضمیرهای you, we و they were not می‌نویسیم و در ادامهش فعل خودمون رو با ing میاریم. به مثالمون نگاه کنیم با فعل stack به معنای روی هم قرار دادن یا جمع کردن یه جا. می‌بینیم که نوشته شده I was not stacking the books on the shelves. من کتاب‌ها رو توی قفسه‌ها روی هم نمی‌ذاشتم یا جمع نمی‌کردم. همونجور که می‌بینید برای ضمیر I من از فعل کمکی was استفاده کردم، در ادامه‌ش هم not نوشتم و به فعل خودم stack هم ing اضافه کردم. برای ضمیرهای he و she و it هم همچنان میتونم was not بنویسم و در ادامهش به فعل خودم ing اضافه کنم. اما توی سطر دوم می‌بینید برای ضمیرهای you, we و they ما were not نوشتیم و در ادامهش فعل خودمون رو با ing آوردیم. پس برای نوشتن جمله‌های منفی توی تنس پست کانتینیوس ما was not و were not می‌نویسیم و در ادامهش فعل مورد نظر خودمون رو با ing میاریم. بریم اسلاید بعدی. بچه‌ها، برای نوشتن جمله‌های سوالی توی تنس پست کانتینیوس ما افعال کمکی was و were رو در ابتدای جمله سوالیمون قرار میدیم و در ادامه فعل مورد نظر خودمون رو همراه با ing می‌نویسیم. برای ضمیرهای I, he, she, it فعل کمکی was در ابتدای جمله سوالیمون میاد و در ادامه فعل خودمون با ing و برای ضمیرهای you, we و they فعل کمکی were در ابتدای جمله میاد و در ادامهش فعل خودمون همراه با ing. به مثالمون نگاه کنیم با فعل move به معنای حرکت کردن. Was I moving the furniture؟ آیا من مبلمان رو داشتم تکون میدادم یا حرکت میدادم؟ همونجور که میبینید فعل کمکی was رو در ابتدای جمله‌ام نوشتم برای ضمیر I و در ادامه به فعل اصلی خودم move هم ing اضافه کردم. میدونید که در زبان انگلیسی اگر فعلی با حرف ای تموم بشه و ما بخوایم بهش ing اضافه کنیم ما حرف ای رو خط میزنیم و بعدش ing رو بهش اضافه میکنیم. همونجور که میبینید بچه‌ها برای ضمیرهای he و she و it هم من میتونم از فعل کمکی was استفاده کنم و در ادامهش moving بنویسم. و تو سطر دوم میبینید که برای ضمیرهای you, we, they ما فعل کمکی were رو در ابتدای جمله سوالیمون قرار دادیم و در ادامهش فعل خودمون move رو همراه با ing آوردیم. پس برای نوشتن جمله‌های سوالی توی تنس پست کانتینیوس ما افعال کمکی was و were رو در ابتدای جمله سوالیمون قرار میدیم و در ادامه فعل خودمون رو همراه با ing مینویسیم. بریم اسلاید بعدی.
بچه‌ها ما طرز نوشته شدن تنس پست کانتینوس رو بررسی کردیم. حالا ببینیم این تنس رو کجا و چجوری میتونیم استفاده بکنیم. یکی از استفاده‌هایی که برای تنس پست کانتینوس وجود داره وقتی که ما می‌خوایم در رابطه با فعالیت‌هایی صحبت بکنیم که در گذشته و در یک زمان در حال رخ دادن بودن. ما برای گزارش این فعالیت‌ها از تنس پست کانتینوس استفاده می‌کنیم. به مثالمون نگاه بکنیم. The children were jumping rope while their teacher was writing on the wall. در حالی که بچه‌ها مشغول طناب بازی بودن یا داشتن طناب بازی می‌کردن، معلمشون داشت روی دیوار می‌نوشت. همونجور که می‌بینید در گذشته دو تا فعالیت در حال انجامه. بازی کردن بچه‌ها و نوشته شدن چیزی روی دیوار. اینا هر دو در یک زمان در حال انجامن. ما برای گزارششون از تنس پست کانتینوس استفاده می‌کنیم. بالا children بیشتر از یه نفره، براش از فعل کمکی were استفاده می‌کنیم و فعل اصلی خودمون jump رو به معنای پریدن تبدیل می‌کنیم به jumping. و پایین تیچر یک اسم مفرده، براش از فعل کمکی was استفاده میکنیم و در ادامه فعل اصلی خودمون write به معنی نوشتن رو تبدیل میکنیم به writing. توی مثال دوم میبینیم که نوشته شده Mona was sending the documents while David was typing the report. در حالی که مونا داشت مدارک رو میفرستاد، دیوید داشت گزارش رو تایپ میکرد. دوباره دو تا فعالیت در گذشته در حال انجامن در یک زمان و ما میخوایم اینا رو گزارش بکنیم. از تنس پست کانتینوس استفاده میکنیم. بالا مونا یک نفره و مفرده، براش از فعل کمکی was استفاده میکنیم و در ادامه فعل اصلی خودمون send به معنی ارسال رو تبدیل به sending میکنیم و در قسمت دوم پایین از فعل کمکی was برای دیوید استفاده میکنیم و فعل اصلی خودمون type به معنی تایپ کردن رو هم تبدیل میکنیم به typing. توی مثال سوم میبینیم که نوشته شده The cats were chasing each other as the expensive artworks were falling on the ground. در حالی که گربه ها همدیگر رو تعقیب می‌کردن، آثار هنری گران قیمت داشتن می‌افتادن روی زمین. یک بار دیگه دو تا فعالیت در گذشته در حال وقوع پیوستنه. ما برای گزارش این دو تا فعالیت از تنس پست کانتینوس استفاده می‌کنیم. بالا cats بیشتر از یک نفره، براش از فعل کمکی were استفاده می‌کنیم و در ادامه فعل اصلی خودمون chase به معنای تعقیب را کردن رو تبدیل می‌کنیم به chasing و پایین artworks بیشتر از یک artwork رو صحبت میکنیم جمع، براش دوباره از فعل کمکی were استفاده میکنیم و فعل اصلی خودمون fall به معنای افتادن یا سقوط کردن رو هم تبدیل میکنیم به falling. پس یکی از استفاده هایی که برای تنس پست کانتینوس وجود داره وقتی که ما میخوایم در رابطه با چند فعالیت صحبت بکنیم که در گذشته و در آن واحد در حال رخ دادن بودن. بریم اسلاید بعدی. بچه‌ها استفاده دیگه که برای تنس پست کانتینوس وجود داره در رابطه با شرایطی که در گذشته یک فعالیتی در حال رخ دادن بوده و یک فعالیت دیگه‌ای اون رو قطع کرده. ما برای گزارش فعالیتی که در جریان بوده از تنس پست کانتینوس استفاده می‌کنیم و برای گزارش کردن فعالیتی که اون یکی فعالیت رو قطع کرده از تنس پست سیمپل استفاده می‌کنیم. به مثالمون نگاه بکنیم. I was ironing my shirt when the electricity went out. من داشتم پیراهنم رو اتو میکردم که برقا رفت. همونجور که میبینید یه فعالیت در حال انجام بوده، اتو کردن پیراهن‌ها، که یه فعالیت دیگه اونو قطع کرده، حالا اینجا رفتن برقا. ما برای گزارش کردن فعالیتی که در حال انجام بوده از تنس پست کانتینوس استفاده میکنیم و برای اون فعالیتی که اونو قطع کرده از تنس پست سیمپل. پایین میبینید برای ضمیر آی از فعل کمکی was استفاده کردیم و در ادامه فعل اصلی خودمون iron به معنای اتو کردن رو تبدیل کردیم به ironing و در ادامه فعل go out به معنای قطع شدن یا خاموش شدن رو تبدیل کردیم به went out برای اینکه می‌خواستیم از تنس past simple استفاده کنیم. توی مثال دوم میبینیم که نوشته شده The students were presenting their project when the principal entered the room. دانش آموزان داشتن پروژه هاشون رو ارائه می‌کردن که ناظم وارد اتاق شد. یک بار دیگه یه فعالیتی در حال انجام بوده در گذشته، ارائه پروژه ها توسط دانش آموزا، یه فعالیت دیگه اونو قطع کرده، ورود ناظم. برای گزارش فعالیتی که در حال انجام بوده ما از تنس پست کانتینوس استفاده میکنیم و برای اون فعالیتی که اونو قطع کرده تنس پست سیمپل. همونجور که میبینید بالا برای students از فعل کمکی were استفاده کردیم و فعل خودمون present رو به معنای ارائه کردن تبدیل کردیم به presenting و در ادامه توی قسمت دوم جایی که ناظم وارد شده فعل اصلی خودمون enter به معنای وارد شدن رو تبدیل کردیم به entered. توی مثال بعدی میبینیم که نوشته شده They were climbing the hill when they heard a loud noise. اونا داشتن از تپه بالا میرفتن که یک صدای بلند شنیدن. یک بار دیگه یه فعالیتی در حال انجام در گذشته است که یک فعالیت دیگه اونو قطع کرد. برای گزارش فعالیت در حال انجام از تنس پست کانتینوس استفاده میکنیم. همونجور که میبینید برای ضمیر دی از فعل کمکی were استفاده کردیم و در ادامهش هم به فعل اصلی خودمون climb به معنای بالا رفتن ing اضافه کردیم
و برای فعالیتی که اونو قطع کرده از تنس پست سیمپل استفاده کردیم و فعل خودمون hear به معنای شنیدن رو تبدیل کردیم به heard. پس استفاده دیگه‌ای که برای تنس پست کانتینیوس وجود داره برای صحبت کردن در رابطه با شرایطیه که در گذشته یک فعالیت در حال انجام بوده و فعالیت دیگه‌ای اونو قطع کرده. ما برای گزارش فعالیت در حال انجام از تنس پست کانتینیوس استفاده میکنیم و برای گزارش کردن اون فعالیتی که فعالیت قبلی رو قطع کرده از تنس پست سیمپل استفاده میکنیم. بریم اسلاید بعدی. بچه‌ها استفاده دیگه که برای تنس پست کانتینیوس وجود داره وقتی که ما میخوایم در رابطه با فعالیت‌هایی که در گذشته انجام شدن صحبت بکنیم و مدت زمان انجام اون فعالیت‌ها رو پررنگ‌تر نشون بدیم. و این شاید وجه تفاوت پست کانتینیوس و پست سیمپل باشه. ما وقتی در رابطه با فعالیت‌های گذشته از تنس پست سیمپل استفاده می‌کنیم داریم فقط گزارش می‌کنیم که اون فعالیت‌ها انجام شدن و تموم شدن. نتیجه انجام اون کارها رو گزارش می‌کنیم. ولی وقتی از تنس پست کانتینیوس برای گزارش فعالیتی در گذشته استفاده می‌کنیم هدفمون اینه که مدت زمان انجام اون فعالیت رو پررنگ‌تر نشون بدیم و معمولاً هم توی جمله‌مون ذکرش می‌کنیم. به مثالمون نگاه بکنیم. She was knitting a scarf all afternoon. او داشت تمام عصر رو یه شال میبافت یا اون در تمام طول عصر داشت یه شال میبافت. همونجور که میبینید ما از تنس پست کانتینیوس استفاده کردیم و در ادامه مدت زمان رو ذکر کردیم چون میخواستیم که مدت زمان انجام این کار رو پررنگ‌تر نشون بدیم. برای ضمیر شی از فعل کمکی واز استفاده کردیم و در ادامهش فعل اصلی خودمون نیت به معنای بافتن رو تبدیل کردیم به نیتینگ. تو مثال دوممون میبینیم که نوشته شده They were planning the wedding for days. اونا برای روزها داشتن عروسی رو برنامه ریزی میکردن. یک بار دیگه در رابطه با فعالیتی که در گذشته انجام شده داریم صحبت میکنیم ولی میخوایم مدت زمان انجامش رو پررنگ‌تر نشون بدیم. برای همین از تنس پست کانتینیوس استفاده میکنیم و در ادامهش هم مدت زمان رو هم ذکر میکنیم. همونجور که میبینید برای ضمیر دی فعل کمکی ور استفاده میکنم و فعل اصلی خودم پلان به معنای پلن کردن، برنامه ریزی کردن رو تبدیل میکنم به پلنینگ. توی مثال بعدی میبینیم که نوشته شده He was assembling the bed all evening. او داشت تمام عصر رو به مونتاژ کردن تخت خواب گذرون یا اون تمام عصر داشت تخت رو سوار میکرد. همونجور که میبینید یک بار دیگه من دارم در ارتباط فعالیتی صحبت میکنم که در گذشته اتفاق افتاده ولی میخوام مدت زمانش رو پررنگ‌تر نشون بدم. اون قسمتی که تو اول ایونینگ انجام شده. از کدوم تنس استفاده میکنم؟ تنس پست کانتینیوس. همونجور که میبینید هی ضمیرمه، براش از فعل کمکی واز استفاده میکنم و در ادامه فعل اصلی خودم اسمبل رو به معنای اسمبل کردن، مونتاژ کردن یا سوار کردن تبدیل میکنم به اسمبلینگ. پس استفاده دیگه که برای تنس پست کانتینیوس وجود داره وقتی که ما میخوایم در رابطه با فعالیت هایی که در گذشته اتفاق افتادن صحبت بکنیم و مدت زمان انجام اون فعالیت ها رو پررنگ‌تر نشون بدیم. بریم اسلاید بعد. خب به انتهای درسمون رسیدیم. یه جمع‌بندی کوتاه بکنیم و درس رو تموم بکنیم. در ابتدا با حالت مثبت تنس پست کانتینیوس آشنا شدیم و دیدیم از افعال کمکی واز و ور استفاده می‌کنیم و در ادامه به فعل خودمون ing اضافه می‌کنیم. توی حالت منفی این تنس واز نات و ور نات می‌نویسیم و در ادامه به فعل خودمون ing اضافه می‌کنیم. و توی حالت سوالی این تنس افعال کمکی واز و ور رو در ابتدای جمله سوالیمون قرار میدیم و در ادامه به فعل خودمون ing اضافه می‌کنیم. بعد موارد استفاده تنس پست کانتینیوس رو بررسی کردیم و دیدیم تنس پست کانتینیوس برای صحبت کردن در رابطه با چند فعالیت که در گذشته و در آن واحد در حال رخ دادن بودن میتونه استفاده بشه. استفاده دیگه‌ای که برای تنس پست کانتینیوس وجود داشت وقتی بودش که یک فعالیتی در گذشته در حال رخ دادن بود و یک فعالیت دیگه اونو قطع کرده بود. ما برای صحبت کردن در رابطه با فعالیتی که در حال انجام و در حال رخ دادن بوده از تنس پست کانتینیوس استفاده می‌کنیم و برای صحبت کردن در رابطه با اون فعالیتی که عمل قبلی رو قطع کرده از تنس پست سیمپل استفاده می‌کنیم. و در انتها بررسی کردیم و دیدیم که اگر ما بخوایم در رابطه با فعالیت‌های گذشته طوری صحبت بکنیم که مدت زمان انجام اون فعالیت‌ها پررنگ‌تر به نظر برسه میتونیم از تنس پست کانتینیوس استفاده بکنیم. درسمون به اتمام رسید. از اینکه به من توجه کردین ممنونم. خسته نباشید. وقتتون بخیر.